خدای ابراهیم وجود داره و تمامه. موجودات رو خلق و حفظ میکنه. او انسان رو از خاک زمین بسرشت. در باغ عدن با انسان همقدم شد، اما دیگر با انسان همقدم نیست. ما چطور خدا رو بشناسیم؟ چطور ارادش رو بدونیم؟ راهاش رو، پیشگویی‌هاش در مورد آخر زمان رو. برای بیش از 2000 سال مهمترین مرجع ما کتاب مقدس بوده. کتاب مقدس چیه؟ آیا قابل اعتماده؟ یا تحریف شده و اشتباهاتی داره؟ سلام، من مارتین مکدانلدم و من آجی رینالدی هستم. به برنامه بهش فکر کن خوش اومدید. ما در مورد رازها و زیبایی‌های خدا آنگونه که در کتاب مقدس اومده خواهیم پرداخت. امروز از شما می‌خوایم که بشینید و از گفتگوی ما در مورد آنچه کتاب مقدس درباره مکاشفه خدا میگه لذت ببرید. هر دینی مکتوبات مقدس خودشو داره. گاهی این مکتوبات صرفاً نوشته‌های مردم هستند و برخی مکتوباتی که گفته میشه مکاشفاتی از طرف خدا هستند. حالا ما چطور در مورد خدا میدونیم و چطور میتونیم بدونیم؟ خب میدونیم که خدا هست، اما چطور میتونیم به خدا نگاه کنیم و خدا رو بشناسیم؟ عموما دو روش هست که خدا خودش رو برای ما فاش کرده. یکی از اینا از طریق طبیعته و یکی دیگه جاییه که خدا با انسان سخن گفته و خودش رو به انسان کاملا نشون داده. خب بیا راجع به این دو حوزه گفتگو کنیم. خب ما میدونیم که مکاشفه به شکل کلی به موضوع خلقت میپردازه. میخوام ببینم چطور میفهمیم که خدا وجود داره؟ گفته های کتاب مقدس و مکتوبات مقدس رو که کنار بذاریم، چطور میتونیم بگیم که خدا وجود داره؟ اگه به خود پدیده خلقت نگاه کنیم، میبینیم که خدا کاملا وجود داره. اگه از نظر علمی نگاه کنیم، خیلی پدیده ها در همین جهت هستش. مثلا فاصله بین ماه و زمین و فاصله از خورشید یا مسائل فیزیولوژیکی مثل بینایی و حس چشایی. درسته دقیقاً. درسته، این به معنای خاص بودن سیاره ماست. سیاره ما به شکلی طراحی شده که به خوبی حیات ما را حفظ کنه. خیلی ها میگن که ما خداوند رو در غروب خورشید و در کوهها و اقیانوسها و زیبایی خلقت و اینها میبینیم. اینا فوق‌العاده است و واقعا زیباست. و خود حیات ما هم شهادتیه بر وجود خالق مطلق. پس صرفاً با نگاهی به نظم خلقت میبینیم و میدونیم خدایی هست. خدایی که هوشمنده، در واقع موجودی هوشمنده که تموم اینها رو خلق کرده. درسته، اون قدرتمندترینه چون برای انجام این کارها باید خیلی قدرتمند بود. میبینیم که خدا خالق خلاقه و این در رنگ سبز و چمن و تنوع گلها کاملا مشهوده و میشه گفت که در خیلی چیزهای دیگه هم. اگه جهانو به شکل بوم نقاشی در نظر بگیری، خلاقیت خدا رو در طبیعت شاهد خواهی بود. درسته. خلاقیت خدا بی پایانه. از همین ها میشه دید که خدا چه ویژگی هایی داره. خدا خیلی نظم داره و قوانین طبیعی و قوانین فیزیک و قوانین دیگر رو وضع کرده تا کیهان در نظم و قابل پیش بینی بمونه. میبینیم که خدا نیکوست چون این همه تنوع مثل غروب آفتاب این زیبایی ها رو به وجود آورده. چقدر هم از تماشای حیوانات خانگی و اینجور چیزها لذت میبریم. از همین خوبی خدا میشه پی به مهربونی و نیکاندیشیش هم برد. در نتیجه میشه چیزهای زیادی از همین مکاشفه عمومی خدا آموخت. پولس شاگرد عیسی در مکاشفه این مطلب رو به این شکل بیان کرده که الان خدمتتون عرض میکنم. ببخشید، عذر میخوام، در کتاب رومیان که برای کلیسای روم نوشته بود. خب تو به این دلیل گفتی کتاب مکاشفه که قبلش حرف از مکاشفه عمومی زده بود. درسته، کتاب مکاشفه نیست، اما حرف همون حرف مکاشفه کاملا درسته. پولس این مطلب رو به این شکل در مورد خلقت گفته: زیرا غضب خدا از آسمان به ظهور میرسد بر هر گونه بیدینی و شرارت انسانهایی که با شرارت خود حقیقت را سرکوب میکنند. زیرا آنچه از خدا میتوان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا
آن را بر ایشان آشکار ساخته است، زیرا از آغاز آفرینش جهان صفات نادیدنی خدا یعنی قدرت سرمدی و الوهیت آن را میتوان با ادراک از امور جهان مخلوق به روشنی دید. اینجا کتاب مقدس خودش از این موضوع میگه که مخلوقات خودشون به قدرت سرمدی و الوهیت خدا شهادت میدن. پس میتونیم بگیم که اونایی که خدا را انکار میکنن عذری نخواهند داشت. درسته، عذری نخواهد بود. جالبه که در مورد مکاشفه عمومی و مدارکی بر وجود خدا حرف زدیم و با این حال بسیاری اینها را انکار میکنن. همونطوری که پیشتر گفتیم اینا از روی تکبر و شورش این آدم است. دلیل اینها مربوط به موضوع مسئولیت پذیری هست که در ادامه توضیح خواهیم داد. شورش انسان کمتر مربوط به این موضوع میشه که نمیخواد طرح خدا یا زیبایی خدا رو ببینه، بلکه بیشتر مربوط به انکار این هاست. به زبان دیگه این انسان شورشی نمیخواد اینا رو ببینه. این خیلی واضحه. ما با کسانی حرف زدیم که صرفاً به خاطر مکاشفه عمومی و نه به خاطر مکاشفه خاص به خدا ایمان آوردن. موضوع مهمیه. خیلی هم مهمه. خب پولس هم در این رابطه نظری داره. بله. زیرا هرچند خدا را شناختند، اینجا داره میگه اونا خدا را میشناختن. صادقانه بگم به نظر من خدا در وجود همه امکان شناخت خودش رو قرار داده. خب ادامه آیه رو براتون بخونم. آنان هرچند خدا را شناختند اما او را چون خدا حرمت نگذاشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بیفهم ایشان را تاریکی فرا گرفت. اگرچه ادعای حکمت می‌کردند اما احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را با تمثال‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و حیوانات و خزندگان محافظه کردند. بنابراین چیزی که پولس میگه که اونا بهش پرداختن اینه که اونا خدا را حس می‌کردن و می‌دیدن که خدا وجود داره. اما با این حال رو به ساختن تمثال‌های کوچک از چوب و طلا و نقره کردن و به اون خدا تعظیم کردن. چه چیزی باعث شد که اونا بخوان همچین کاری انجام بدن جی؟ خب چون اونا خدا رو داخل یه چارچوب و جعبه میخواستن و میخواستن اراده که کردن دستگاه معجزه‌گرشون باشه. موضوعات دیگه هم در کار بود. به این شکل رو تاییده هر گناهی که میخواستن انجام بدن رو از اون خداها میگرفتن. مثلا میگفتن خدای من خدای باروریه و پس من میتونم 50 تا زن داشته باشم. همه میدونیم که چیز دیگه ای خب پشت این ادعاها بوده و چیز واضحیه. در واقع انگیزه اونا از تعظیم به اون خدا برآورده کردن امیال شخصیشون بوده. این همون چیزیه که بهش میگیم بت پرستی. درسته، کاملا درسته. بت پرستی چیزیه که حتما باید ازش دوری کنیم، چون چیز دیگه ای رو جایگزین خدای واقعی میکنه. یعنی کمابیش همون چیزی که تو گفتی. گاهی اوقات این بت ها تبدیل به خدایی میشن که ما میخوایم بشن، یعنی میشن شبیه تصور ما. بنابراین به جای این که خدمتتون اگه بخوام عرض کنم اینه که به جای اینکه خدا ما رو به شباهت خودش بسازه، ماییم که خدا رو به شباهت خودمون بسازیم. کاملا درسته. حالا اینجا خدا کدومشونه؟ اون مجسمه کوچک چوبی یا کسی که اون رو از چوب تراشیده؟ آفرین، چقدر خوب با این حساب ما برمیگردیم به داستان باغ عدن و فریب شیطان که گفت تو شبیه خدا خواهی شد و این همون چیزیه که انسان میخواست. انسان همینه میخواد. بنابراین میبینیم که مکاشفه عمومی در واقع مکاشفه خدا در مخلوقاتشه. خدا روشن کرده که همه جا حاضره و مردم میتونن پیداش کنن، هرچند همین مردم وقتی پیداش کردن هم انکارش میکنن. درسته. خیلی خوب، بریم سراغ شخص خدا. بگو خدا چه شکلیه؟ آیا مهربونه، نیکندیشه یا اینکه کینه‌جوست؟ بگو. یا ارادش آره ارادش چیه؟ خب ما اینا رو میدونیم چون خدا فاششون کرده. ما در طول تاریخ شاهد آمدن و صحبت کردن خدا با مردمی که عموما انبیای خدا شناخته میشن بوده ایم. خدا پیش اونها می اومد و با سخن گفتن خودش رو برای اونها فاش میکرد. این تنها راهیه که میتونیم درباره خدا بدونیم، چون خدا انتخاب کرده که خودش رو برای ما فاش کنه. خب خدا چطور این کارو میکنه؟ کتاب مقدس چند راه رو نام برده. گاهی خدا مستقیما میاد و با کسی از این مورد و اون مورد حرف میزنه. گاهی خدا در رویاها و خوابها سراغ مردم میاد و در اون رویاها و خوابها حرف میزنه و خواستش و روشش رو بر مردم فاش میکنه. گاهی هم فرشته هایی رو میفرسته که گاهی اون فرشته ها شبیه فرشته هستن و گاهی شبیه انسان. مثلا این رو در مورد ابراهیم هم دیدیم. 3 فرشته که
کاملا شبیه انسان بودن اومدن نزد ابراهیم. این درست پیش از گفتگوی ابراهیم در مورد سدوم و گموره و اتفاقهای اونجا بود. ضمناً میدونیم که خدا خود رو از طریق روح القدسش هم فاش میکنه، همون روح خدا که میاد در میان مردم و درون مردم و توی بخش‌های انتهایی کتاب مقدس که مربوط به زمان عیسی و روز پنتیکاست، روح القدس رو میبینیم که میاد و درون فرد ساکن میشه و اون فرد رو راهنمایی میکنه و بهش مشاوره میده و علامتش میزنه تا اون فرد شبیه خدا بشه. پس میبینیم که مکاشفه خاص به مفهوم اینه که خدا خودش رو به شکل ویژه‌ای برای انسان فاش میکنه. بله درسته، کاملا. اما در واقع خیلی مواقع به این شکل جالب اینه که ابراهیم تموم روش‌های مکاشفه خدا رو تجربه کرده و خدا در زمانهای مختلف به شکل‌های مختلف پیشش اومده. خب حالا ببینیم کتاب مقدس از کجا اومده. میدونیم که کتاب مقدس مکاشفه خاص و کلام خداست. کلام خداست که وقتی خدا با انبیا ملاقات کرد، اونها کلامش رو نوشتن. اونا تحت تأثیر خدا و در واقع روح خدا انگیزه نوشتن کلام خدا را پیدا کردن. درسته. خب توی دوم تیموتائوس میخونیم که پولس نوشته تمام کتاب مقدس الهام خداست، یعنی در واقع نفس خدا و روح خداست که در اینجا نوشته شده، نه نظر شخصی فرد خاصی. این کلام خدا بوده که به بشر داده شده و او این رو نوشته. در ادامه میخونیم و سودمند است و مفید است. پولس معمولاً کارها و انگیزه های انسان رو بیهوده و از روی ناآگاهی میدونست، اما کلام خداست که نور رو در میان تاریکی نمایش میده و هدف و معنا به ما میبخشه تا ما از زندگی بیهوده و بدون ایمان به خدا رها بشیم. ادامه آیه: این برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است. حالا چطور میشه فهمید که کار ما الهی و پارساگونه است؟ اینجا واژه صلح با خدا توی ذهن میاد که خیلی دوستش دارم. صلح با خدا یعنی رابطه با خدا و این رابطه است که به ما میفهمونه چه عملی الهی و پارساگونه است. و این تنها راه فهمیدن کار الهیه که خدا به ما بگه که کار الهی اصلا چیه. پس تعجبی نداره که خدا خواسته اینها نوشته بشن تا نسل‌های بعدی خواستش و روشش و طبیعتش رو بفهمن. برای همینه که کتاب مقدس محور گفتگوی ماست. ما به کتاب‌های دیگه و نوشته‌های دیگه کاری نداریم و اینجا به کتاب مقدس کار داریم که بر این ادعاست که کلام خداوند هستش. درسته. ادامه آیه در مورد دلیلش میگه تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تجهیز گردد. خب میدونی ما انسان‌های کاملی هستیم. از اون جهت که میدونیم اراده و برنامه خدا برای زندگیمون چیه و آیا زندگی ما در جهت خواست و برنامه خدا هست یا نه. پس همونطوری که قبلا گفتم باید تا روز خداوند نقش و عمل کردی رو ایفا کنیم که کلام خدا به ما آموخته. درسته. در کمال زیبایی وجود داره و همه ما دنبال کمال هستیم. میدونیم ما نیاز و به نظر من خلایی در خودمون داریم که دنبال پر کردن اون و پیدا کردن جواب سوالاتمون هستیم که گاهی سوالات درستی نیستن. ما فراتر از خودمون رو جستجو میکنیم تا برای سوالاتمون پاسخی پیدا کنیم و به نظر من خدا هم کلامش رو بر ما فاش میکنه تا ما بتونیم به کمال برسیم. به خاطر همینه که ما برای هر کار نیکو تجهیز میشیم. من این جمله رو خیلی دوست دارم که میگه خدا ما رو برای کاری که خواستش هست تجهیز میکنه. این برای خواست خداست نه ما. اما باید بدونیم کارهای نیکویی که انجام میدیم با تلاش و بنا به توانایی خودمون نیست، بلکه به خاطر اینه که خدا ما رو تجهیز کرده. حالا به نظرم بد نیست که یه تمایزی قائل بشیم. معمولاً هر کار نیکویی رو کاری میدونن که از 10 فرمان اطاعت کرده باشه یا الزامات اخلاقی و پرستشی و دینی خاصی رو رعایت کرده باشه. میگن تو باید فلان کار رو بکنی و بخشش کنی تا مورد قبول باشه. اما تو معنای کار نیکو رو خیلی گسترده تر کردی و گفتی که کار نیکو کار مطلوب خداونده. طبق گفته های کتاب مقدس
کاری که ما میکنیم تا مورد قبول خدای پدر قرار بگیره باعث میشه که ما به هدفمون که زندگی به عنوان فرزندان خداست دست پیدا کنیم. یعنی اینکه ما زندگی به شیوهی که مطلوب پدرمونه دست پیدا کنیم. درسته، دقیقاً همینطوره. کتاب مقدس ادعا کرده خدا در ما دمیده و از طریق ما انسانها کارهاشو درسته پیش میبره. ضمناً توی کتاب مقدس اغلب میبینیم که انبیا گفتن خداوند چنین گفت. این جمله خیلی قدرتمندیه. نبی میگه من از طرف خدا حرف میزنم و اینها کلام خداوند هستن که قراره بشنوی. اما توی همین کتاب مقدس هم شاهد این هستیم که یک نبی دروغین میاد و میگه خداوند چنین گفت و میدونیم که البته دروغ میگه و اتفاقی که براش افتاده رو با فریب بیان میکنه و البته اونو اعدامش کردند. این موضوع خیلی مهمیه و اثرات فراوانی داره و البته نکته‌ای هم داره. وقتی یه نفر با هدف یا بدون هدف میگه خداوند چنین گفت یا میگه من کلام خدا رو دارم و پیامی برای شما دارم، باید خیلی دقت کنیم و توجه کنیم ببینیم چی میگه اصلا. باید ببینیم آیا واقعا منظورش اینه که خدا پیامش رو به او سپرده یا نه، چون به هر حال ما مرجع تایید و تکذیب پیام ها و کلام رو کتاب مقدس میدونیم و کتاب مقدس مرجع نهایی ماست. حالا اگه کسی ادعا کرد که خداوند چنین گفت، باید با دقت تمام حرفش رو تحلیل کنیم تا ببینیم واقعا از جانب خدا اومده یا نه. دقیقاً همینطوره. خب کتاب مقدس ادعا میکنه کلام خداست، درسته؟ عبرانیان کتاب مقدس رو به این شکل شرح داده، زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دودم و چنان نافذ که نفس و روح، مفاصل، مغز و استخوان را نیز جدا می کند و سنجشگر افکار و نیتهای دل می باشد. بخش اول میگه کلام خدا زنده و مؤثر است و ما به خوبی دیده ایم که کتاب مقدس چقدر دگرگون کننده است. به این موضوع برخواهیم گشت، اما یه نکته دیگه اینه که وقتی کلام خدا رو میخونیم و درک میکنیم میفهمیم خدا چه کسیه و برنامهش برای دگرگون ساختن ما چه جوری هستش و خیلی مهمه. درسته، خیلی مهم، کاملا درسته. و بعدن میگه کلام خدا چنان نافذه که نفس و روح و مفاصل و مغز و استخوان رو هم جدا میکنه. در واقع تمام وجود ما رو دگرگون میکنه. خب پس کتاب مقدس قابل اطمینانه و ادعا میکنه کلام خداست. زمانی هم که انبیا اومدن اغلب با معجزات متفاوتی که خدا براشون تدارک دیده بود تونستن اثبات کنن نبی هستن. مثلا در مورد معجزات موسی و ایلیا و یا عیسی میبینیم که معجزاتشون کنار اونهاست. این همراهی خدا و معجزات نشون از صحت درسته ادعاهای اونا رو داره. بله داره. در واقع نشانه تاییدشونه. همونطور که پیشتر گفتی اگه پیشگویی های انبیا درست نباشه مجازاتی که خیلی هم جدی انتظارشون رو درسته. در خلال کتاب مقدس هزاران پیشگویی رو میبینیم که خدا انجام داده و به واقعیت هم پیوستن. این شگفت‌آوره. اما چیزی که ما میخوایم بهش بپردازیم مربوط به پیشگویی های آخرالزمانیه و ما انتظار اینو داریم که کاملا به حقیقت بپیوندن. درسته. ضمناً کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه یک پارچه و به شکل داستانی در مورد خداست. من و تو بارها در مورد فراروایت حرف زدیم. خب این همون فراروایته که در مورد برنامه خدا حرف میزنه و دربارش حرف خواهیم زد. از روز خلقت تا روز خداوند مثل یک موزاییک زیبا یا اونجور که برخی میگن مثل یک پرده نقشدار زیبا یا قالی زیباست که وقتی به پشت قالی نگاه میکنی میبینی همه چیز در هم و بر همه، ولی وقتی به جلوش نگاه میکنی زیبا و هنریه. برنامه خدا هم همین شکلی اجرا میشه. ما تنها میدونیم برنامه خدا بافته شده، اما در پایان یا همونطور که گفتیم روز خداوند نتیجه رو میبینیم. شاهد زیباییش خواهیم بود و تازه خودمون هم جزئی از اون هستیم و بسته به روشی که در برابر خدا اتخاذ کرده باشیم این میتونه برکتی در
زندگی ما باشه در مورد اینکه کتاب مقدس حاوی سبک‌های متفاوت ادبی حرف زدیم. من این موضوع رو خیلی دوست دارم. توی کتاب مقدس از شعر و شاعری هست تا تاریخ شفاهی و مثل‌ها و ادبیات مکاشفه‌ای که بیشتر اطلاعات ما از روز خداوند از این ادبیاته. ضمناً توی کتاب مقدس نوشته‌های آهنگین و ادبیات نصیحتی و نامه‌های رسولان به چشم می‌خوره. موضوع دیگه‌ای که در موردش با هم دیگه زیاد حرف زدیم جمله اتحاد در عین تنوع هستش. کتاب مقدس حاوی 66 کتابه که توسط 42 نویسنده مختلف طی 1500 سال در 3 قاره درسته و 3 زبان مختلفه که داستانشون همه یکیه. درسته، داستان یکسانی که به شکل یک پارچه و پشت سر همه. چطور میشه کتاب دیگه‌ای پیدا کرد که مثل این کتاب باشه؟ واقعا این امکان پذیر نیست، امکان نداره. همینطوره. هر چقدر بیشتر در مورد قابل اطمینان بودن کتاب مقدس تحقیق کنیم، دقت تاریخی فوق‌العاده‌ای در اون خواهیم دید. درسته. در این حال میدونیم که کتاب مقدس دگرگون کننده است. این رو توی آیاتی نقل شده که از عبرانیان هم دیدیم. درسته. کتاب مقدس مردم رو تغییر میده. دقیقاً. من یکی از کسانی هستم که شاهد بودم کلام خدا چقدر پرقدرت و زنده در ما زندگی میکنه و ما رو تغییر میده. کتاب مقدس من رازهایی رو بر من آشکار کرده و با شناخت اینکه خدا چه کسیه و ارادش چیه متحول شدم. اینجور شهادت ها میلیون ها در طی قرن ها هست که انسان هایی از طریق کتاب مقدس خدا رو شناختن. در کتاب رومیان بابی هست که پولس نوشته ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر می شود. در واقع پولس میگه چیزی که خدا به شکل اساسی از ما میخواد ایمان و باور کردن و اعتماد به اوست. اینکه زندگیمون رو در دستان اون قرار بدیم و بپذیریم اون خداست. ایمان از شنیدن سرچشمه میگیره و شنیدن از طریق کلام مسیح میسر میشه. برای همینه که کتاب مقدس مرکزیت تمرکز ما برای درک خداونده و در واقع ایمان ما محصول کلام خداست و اینکه چطور خدا از کلامش با قدرت استفاده میکنه. دلیلش هم اینه که همونطور که پیشتر دیدیم به ما الهام ببخشه. بله دقیقا همینطوره. اگه نگاهی به کتاب مقدس بندازید میبینید که بارها خودش رو اثبات کرده و به چالش کشیده شده، اما ثابت شده که از نظر علمی کتاب دقیقیه. ثابت شده از نظر انسانشناسی هم دقیقه، از نظر اخلاقی هم ثابت شده دقیقه، از نظر جغرافیایی و سیاسی و تاریخی و باستانشناسی هم ثابت شده کتاب دقیقیه. این فوق‌العاده است. البته همیشه چالش هایم بوده و مردم کتاب مقدس رو خب به چالش میکشیدن. مثلا گفته میشد شهر خاصی که کتاب مقدس ازش حرف میزنه وجود نداشته، اما بعدها همین شهر پیدا شد. یا میگفتن پونتیوس پیلاتوس وجود نداشته و بعد معلوم شد در زمان عیسی وجود داشته. میگفتن پونتیوس پیلاتوس طبق نوشته‌های رومی اصلا وجود نداشته. بعد اون مجسمه بزرگ رو ازش پیدا کردن. اینا خارق‌العاده هستن و این هم خارق‌العاده است که باستانشناسان از کتاب مقدس استفاده میکنن تا راهنمایی برای کاوش‌هاشون باشه. اونا بر مبنای گفته‌های کتاب مقدس صدها ساعت در مکان‌های حفاری شده سپری میکنن و میلیون‌ها دلار در اون مکان‌ها سرمایه‌گذاری میکنن. خیلی جالبه. خب حالا برگردیم به موضوع اصلیمون. کتاب مقدس قابل اعتماده. این بهترین واژه برای توصیف کتاب درست قابل اعتماده. حالا به نظرت کتاب مقدس تعریف شده؟ اما ادعاش هست دیگه مگه؟ خب کتاب مقدس همواره زیر فشار و حمله بوده و ادعا میشه خب به قدری تغییر کرده که اصلا قابل استفاده نیست و دیگه نمیتونیم بهش اعتماد داشته باشیم و این خیلی عجیبه. اما اگه به شکل تاریخی به قضیه نگاه کنیم میبینیم که کتاب مقدس به شکلی حفظ شده که هیچ کتابی در طول تاریخ به این شکل حفظ نشده و الان بعد از هزاران سال
هنوز کتاب مقدس رو داریم، با وجود اینکه تلاش‌هایی برای نابود کردنش بوده و فرهنگ‌هایی هم دنبال از بین بردنش بودن. از سوزاندن کتاب مقدس گرفته تا کسانی که قصد آزار رسوندن به این کتابو داشتن، به هر حال سعی شد از شر کتاب مقدس خلاص بشن. خیلی وقتا کتاب مقدس رو غیر قانونی اعلام کردن و با این حال امروز پرفروش‌ترین کتاب دنیا همین کتاب مقدس. بله، کتاب مقدس. موضوع قابل توجه اینه که موزه‌ای هست که به تاریخ کتاب مقدس اختصاص داده شده و یکی از چیزایی که توی این موزه به نمایش در آوردن اینه که چطور کتاب مقدس کپی برداری شده و چطور کسانی آموزش دیدن تا این کار رو انجام بدن. وقتی این رو میبینید فکر میکنید یه سربازی برای نبرد آماده میشه. دقت فراوان و طاقت فرسایی در جزئیات حروف رعایت شده و اینها همه برای زمان قبل از اختراع چاپ بوده، برای زمانی که همه چیز با دست کپی می شده و گاه دهه‌ها طول می کشیده تا کتاب مقدس کپی بشه. این خارق‌العاده است، فوق‌العاده است، با توجه به تومارهای دریای مرده که به شکل دستنویس‌های زیادی در قمران یافت شده. این نظر کاملاً تایید میشه که کتاب مقدسی که امروز داریم همون کتاب مقدسیه که همیشه موجود بوده. کاملا شگفت انگیزه. تعداد دست‌نویس‌هایی هم که داریم خیلی زیادن، یعنی خیلی زیادن، به شکلی که میتونیم کل کتاب مقدس رو از این دست‌نوشته‌ها دوباره بسازیم. این نشون میده که در واقع کتاب مقدسی که امروز در اختیار ما هستش از نظر الهیاتی و آموزه‌های یکسان با همون کتاب مقدس زمان عیسی است. قطعاً باپایی هم هستن که خب مشکل هستن و موضوعاتی هستن که خب ما درکشون نمی کنیم. ما انسان هستیم. آره، رازآلود هستن. درسته. خب آره، اختلاف نظرهایی هم قطعاً وجود داره. در واقع اختلاف نظرهای کوچکی که معنای متن رو به هیچ عنوان عوض نمی کنه. نکته مهم اینه که درسته، معنای متن رو عوض نمی کنه. وقتی به نقد تاریخی و حتی نقد ادبی و ترجمه‌های مختلف کتاب مقدس نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که کتاب مقدس بی حرف و حدیث از تمام اسناد تاریخی موجود قابل اطمینان تره. نیازی هم نیست که تحقیقات زیادی کنیم تا به این نتیجه برسیم. کاملا درسته. خب پس کتاب مقدس کاملا قابل اطمینانه. ما امروز به این نگاه کردیم که خدا چطور خودش رو از طریق مکاشفه عمومی و خاص فاش میکنه. بعد دیدیم که کتاب مقدس کلام خدا برای استفاده بشره. در کتاب مقدسی که خدا خودش رو فاش میکنه و از همون طریقی که ما چیزی از خدا میفهمیم. پس کتاب مقدس اساس ادامه گفتگوهای ما خواهد بود. وعده‌ای در کتاب مقدس هست که خیلی دلگرم کننده است، چون کتاب مقدس زنده و کاملا پرقدرته. خب اینجا میخوام کلامی از ارمیای نبی رو براتون بخونم. آنگاه که مرا بجویید مرا خواهید یافت، اگر مرا به تمامی دل خود بجویید. خب من فکر میکنم که این مایه امیدواری برای هر انسانی میتونه باشه. درسته. هر انسانی، منم درست به همین موضوع فکر میکردم. امیدوارم که مردم خدا رو پیدا کنن. درسته. در ملاقات بعدی با هم بررسی خواهیم کرد که خداوند کیه. خدا کیه؟ خدا کیه. عالیه.